در شهر گلستان ولایت سوخ مسابقه فوتبال برای دریافت جام لیگ فوتبال تاجیکستان آغاز گردید. در مسابقه امساله 11 دسته از لیگ عالی و یک دسته از لیگ یکم کشور اشتراک دارند. بعد قرعه پرتایی دسته ها به 3 زیرگروه تقسیم شده بین هم واخوری ها را آغاز نمودند. مورد به ذکر است که این مسابقه همساله با تشبث فدراسیون فوتبال تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن ملکه مهارت فوتبال بازان و آماده نمودن دسته ها با موسم نو فوتبال راه اندازی کرده می شود. برای برگزاری مسابقه مذکور در آسایشگاه بهارستان و مرکز تعلیمی بانک ملی برای اشتراکچیان مسابقه مربیان و بازیگران و داوران تمام شرایط‌های مساعد مهیا کرده شده است. واخوری‌ها بین دسته‌های هر 3 زیرگروه طبق جدول تصدیق شده جریان می‌گیرند. Очень хороший традиционный турнир, то, что перед чемпионатом, это очень хорошо, потому что команда готовится к сезону, и свои минусы и плюсы, то, что вот этот турнир проходит, можно увидеть здесь. В Бауристане есть, где можно лечиться, где-то можно, у кого-то, у ребят есть какие-то травмы, они могут пойти, вылечиться, восстановиться. Бассейны здесь есть, сауна и процедуры медицинские всякие, очень много хорошего, то, что для восстановления организма и травм. در دور اولی بازی‌های گروهی دسته ریگر تدز و تیم منتخب تا 20 ساله‌های کشور بین هم واخوری دایر نمودند. واخوری اولین این دو دسته با حساب 3-2 به فایده تیم منتخب تا 20 ساله‌های کشور به انجام رسید. اول که می‌خواستیم با فدراسیون فوتبال تاجیکستان با لیگ فوتبال تاجیکستان می‌نداری خود را بیان کنیم، چون که هر سال برای تیم‌های لیگ عالی، تیم‌های لیگ یکم این گونه مسابقات آماده می‌سازند و ما تیم‌ها هم برای دسته را آماده کردن، برای بازیگران را سنجش کردن. این بازی خیلی با مورد است و برای موسم نو، برای آماده ساختن دسته، برای اون بازیگرانی که به دسته نو می‌آیند، برای سنجش این بازی خیلی خوب است. امروز ما بازی را با دسته جوانان زیر 20 ساله باختیم و ما از این یگان رو افتاده هم نیستیم، چون که این سنجش است. این بازیگران، همه بازیگرانی که در باشگاه هستند، در تیم هستند، اینها رو همه بازیگران رو میسنجند. دسته استقلال دوشنبه در این دور تیم گلستان شهر گلستان را با حساب 3-2 شکست داد. در واخوری بازیگران هر دو دسته ملکه مهارت بلند نشان داده برای به دست آوردن نتیجه های دلخواه میدانداری کردند. واخوری دسته های فیضکند و اسخطه در ورزشگاه مرکز تعلیمی بانک ملی جریان گرفت. این واخوری نیز جالب و تیز و تند ادامه یافت و با بازیگران هر دو دسته و دروازه همدیگر زدن یک توپی میسر شد. فوتبال بازان دسته خطلان در دور اولی مسابقه برای دریافت جام لیگ فوتبال تاجیکستان با تیم رفشن ظفرآباد که امسال بار نخست در لیگ عالی کشور مهارت سنجی میکند روی میدان سبقت آمدند. در این واخوری با فوتبال بازان تیم خطلان به دروازه حریف زدن 6 گل و به حریفان آنها زدن 3 گل میسر شد. دیدار دسته های استرفشن و رفشن کلوب نیز جالب و تیز و تند ادامه یافت و با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید. فوتبال بازان دسته های خوجند و کلوب ورزشی مرکزی ارتش نیز با دیدار اول با آمادگی همه‌جانبه به میدان برآمدند و آنها نیز سبقت را با حساب 1-1 مساوی انجام دادند. در دوره دوم واخوری‌های گروهی اسخطه با تیم منتخب 20 ساله‌های کشور، فیضکند با ریگر تدز، استقلال با رفشن کلوب، گلستان با استرفشن، خطلان با خوجند و رفشن ظفرآباد با کلوب ورزشی مرکزی ارتش وامیخورند.